همونطور که نخ دندون خیلی چیز مهمیه، قراره کاری براتون انجام بدم با این نخ دندونی که مال خانم دکتره. خب یه ذره این نخ دندون رو میکنم. راز این شباده آخر ویدیو هست. چه باشه؟ میخوام اینو ببریم چند تیکش کنیم. اوکی؟ شما این کار انجام میدی؟ بله. با چاقو. آقا اینو چند تیکش کن. زیاد بزن. چند تیکش بکنیم. اوکی. حالا خانم دکتر اینو میشه لوله کنیم تو هم دیگه اینا رو. مرسی. این لولهش کنیم تو هم. میخوام یه ذره به قانون فیزیک بازی کنم. اوکی؟ این لوله کردی. خب یه ذره فقط دست من تو کات خارج نکنی باشه. اینجا. بابا حلالت باشه. قبل از اینکه راز شباده رو بگم حتما لایک کن. توی این ویدیو از دو تا نخ استفاده میشه، یکی که سالمه و از قبل توی دستش بوده و یکی که بریده و داره مخفیش میکنه. و وقتی که میگه دستم از توی کات خارج نکن، نخ بریده رو میذاره توی جیبش و نخ سالمو در میاره و نشونه بقیه میده. بابا